بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، امروز خواستم همراهتان کمی درباره فضیلت ختم قرآن در این ماه مبارک رمضان صحبت داشته باشم. پروردگار این ماه را ماه نزول قرآن انتخاب کرد. الله در سوره بقره میگوید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان. ماه رمضان ماهی هست که در آن ما قرآن را نازل کردیم. کتاب قرآن هدایتگر است برای مردم و این چنین جدا کننده هست بین حق و باطل. قرآن است که با آن شما راه حق و راه باطل را جدا میکنید. قرآن است که شما با آن راه هدایت را پیدا میکنید. و در بین دیگر ماه ها پروردگار این ماه را مخصوص برای نزول قرآنش، آمدن قرآن برای هدایت بشریت نازل کرد و این دو چیز، یکی قرآن رب العالمین و دیگر ماه مبارک رمضان، با هم رابطه خیلی قوی دارند و پیامبر صلی الله علیه و سلم مخصوص همین ماه را، ماه رمضان را، حدیث در صحیحین است، حدیث عبدالله ابن عباس، که ماهی درس های قرآنی با جبرائیل می کردن. یعنی شبهای رمضان شبهای تلاوت قرآن از طرف محمد صلی الله علیه و سلم و جبرائیل بود که جبرائیل از پیامبر گوش میکردن. یعنی استاد پیامبر در این شبهای مبارک حضرت جبرائیل بودند و هر شب یک جز و تنها پیش از سالی که پیامبر از دنیا رفتن در یک رمضان 2 بار پیامبر ختم کرده بودند. یعنی ختم کردن قرآن در ماه مبارک رمضان عزیزان این سنت است. سنتی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من قرأ حرفا من کتاب الله فله حسنه فالحسنه بعشر امثالها. شما وقتی یک حرف قرآن کریم را میخوانید برای شما یک حسنات است و بدانید که یک حسنات را پروردگار 10 حسنات و در بعض روایت ها از نزد خودش تا 700 زیاده میکند. تصور کنید هر روز اگر من و شما یک صحیفه خوانیم چند حرف در آنجا تلفظ میکنیم و یک جزئی خوانیم اگر چند حرف تلفظ میکنیم و من و شما میلیاردر حسنات ها با ختم قرآن در این ماه مبارک رمضان می شویم و خوش به حال آنهایی که دقیقه های خود را با کتاب رحمان در این روزهای مبارک رمضان می گذرانند. علمای بودن امثال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی، امام مالک، امام زهری وقتی رمضان داخل می شد تمام درس های خود را علل خصوص امام مالک کنار می گذاشتند و می گفتند الان زمان کتاب الله هست و فقط به ختم قرآن شروع میکنند. از بعضی علماها امثال امام شافعی و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه روایت است که حتی در شبهای قدر در یک شب تمام قرآن را ختم کردن. اور حدیث است در بخاری که در 7 روز یا در 3 روز از همه کمش قرآن ختم کرده شود، از آن کمتر نه که انسان دیگر زود میخواند و نمیفهمد در آنجا چی میگوید. اما اون در غیر رمضان است. در رمضان چقدر زیاد ختم کردیم و آن ما ثواب خود را گرفتن میگیریم. چقدر زیاد ختم کردید و آن ثوابش زیاد شدن میگیرد، اما البته به شرط آنکه نیت شما به هر یک حرف حسنات گرفتن از نزد پروردگار باشد، بدون ریا و بدون خودنمایی. چرا میگویم بدون ریا؟ چون عزیزان بعد از برآمدن تلفن و اینترنت هر چی داریم ما به ریا نزدیک شدن میگیریم. الان گروه های ختم قرآن در واتساپ و در تلگرام و ایمو خیلی زیاد هستند که مثلا در آنجا گویا ختم تقسیم میکنن و هر روز یک ختم میگذره. یعنی همه در خانهش یک جزئی میخواند، اون را یک ختم حساب میکنند و به یک نفره میبخشند. در حالی که از نظر شریعت نگاه کنیم ختم جماعتی زمانی میشود که من بخوانم یک نفر گوش کند، اون بخواند یک نفر دیگر گوش کند، هممون در یک حلقه باشیم، همدیگر رو هم
خطاگی هایمون رو صحیح کنیم هم شنویم. وقتی یک دیگر رو نمیشنویم، همه در خانه خود یک جز میخواند، این عموما به ختم حساب نمی شود. یعنی این گونه خود رو فریب نکنید. ختم زمانی می شود که یک دیگر رو شنویم. و عزیزان، قرائت قرآن، ختم قرآن عبادت است و عبادت ها هرچی پنهان باشد، هرچی دور از چشم مردم باشد، این خالصانه تر است. خیلی زیاد هستند من 10 تا ختم کردم، 5 تا ختم کردم یا 3 تا ختم کردم، میگویند آره اگر برای دیگران را هوسمند کردن و شوقمند کردن باشد چیزی دیگری نیست، اما هاشو که یکی ریا باشد، یکی برای خود نمایی باشد. پس وقتی که قرآن را خالص الله در این ماه مبارک میخوانیم، بدانید که شما میلیاردر حسنات های پروردگار میشوید. حدیث در مسند امام احمد است، اینچنین در دیگر کتاب های سنن که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند قرآن و روزه این هر دو روز قیامت شفاعتگر شما میشوند. علما در شرحش میگویند یعنی ثواب قرآن خواندگیت و ثواب روزه داشتگیت روز قیامت برای تو شفاعت میکند. روزه ات به پروردگار میگوید پروردگارا به خاطر من این خوردن و نوشیدن و شهوتهایش رو کنار گذار، برای من این را شفاعت کن. قرآن تو میگوید ثواب قرآن خواندگیت پروردگارا شبها این بیخوابی کشید، خواب خود را برای خود حرام کرد و مرا تلاوت کرد، تو برای من این را شفاعت کن. یعنی علل خصوص قرآنی که شما انا اللیل، یعنی در نصفه های شب میخوانید، یتلون کتاب الله انا اللیل، این صفت مؤمنان در قرآن آمده است که مؤمنانی که نصفه های شب در دست کتاب پروردگار دارند، سخن پروردگار را میخوانند و آی که اگر نای آن را هم دانسته خوانند، وقتی شما صحبت میکنید با پروردگار، وقتی جمله به جمله آیت به آیت خداوند به شما چی گفته ایستاده است میفهمید و میخوانید. اما اگر یکی نفهمیدید هم فقط به خاطر گرفتن ثواب، تاکیداً میگویم آنهایی که معنای قرآن را نمیدانید، فقط برای گرفتن ثواب که پیامبرمان صلی الله علیه و سلم به یک حرفش ثواب از 10 تا 700 هم میرسد گفتن بخواندید، اجرتون رو میگیرید. یعنی یک من معنیش رو نمیدانم ختم چی لازم، این گونه وسوسه ها در ما نباشد. چیزی دیگر عزیزان، چه خیلی گفتم این ماه قرآن است، رمضان ماه قرآن است، ماه ختم قرآن است، تلاوت قرآن است و آنهایی که قرآن رو خوانده می توانیم به یگان وسوسه، به یگان این طرف و اون طرف دست به کتاب پروردگار شوید، این فرصت ها رو غنیمت دانیم. اما آنهایی که قرآن خوانده نمی توانند که خیلی زیاد هستند و خیلی متاسفم برای آنهایی که خواندن کتاب پروردگار رو تا امروز برای خود وظیفه نگرفتند. و بعضی خواهرانی هستند که میگویند من کودک دارم، خانه دارم، جا دارم. همه کودک دارد، همه خانه و جا دارد و من بارها میگویم که من خود شاهد بودم، پیرزنها و هنوز هم شاهد هستم، پیرزنهای 70 ساله و 60 ساله بعد از قبول اسلام اولین کاری که میکنن دست به خواندن قرآن میزنن که پروردگارم به من چی میگوید. ما که سالها مسلمان هستیم و فراموش کردیم که قرآن خواندن چی هست و ثواب گرفتن چی است. پس عزیزان، اونهایی که قرآن خواندن نمیتوانید، چی پیر و چی جوان، هنوز فرصت دارید، فرصت طلایی در این ماه طلایی دارید. شروع کنید برای یاد گرفتن قرآن. یک نفر رو برای خود پیدا کنید. هر کسی که جستجو کرد البته پیدا میکند، اما آنهایی که قرآن رو خوانده میتوانید حتی خیلی به عذاب بخوانید هم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن آنهایی که به زور میخوانند برای او 2 اجر است، برای عذاب کشیدنش و برای خواندنش. شما هم ختم را شروع کنید و این ماه که ماه قرآن است نگذارید به ختم قرآن گذرد، نگذارید که این ماه شما به قرآن گذرد. بگذار جزء از رمضان ما و شما قرآن پروردگار باشد، خالصاً برای خودش ختم کنیم، خالصاً برای قرآنش را در این ماه یک بار نه چندین بار ختم کنیم. اما درباره دعای ختم قرآن عزیزان، یکی از سوالهایی که بسیاری خواهران میپرسند، میگن من ختم کردم و دعایش رو چگونه کنم یا به کی بخشم؟ قرآن پروردگار برای خواندن و تدبر کردن و به حرفهایش خوانده ثواب گرفتن است. حتمی نیست آن را به ارواح کسی ببخشید، حتمی نیست آن را به ارواح گذشتگان
یا بعضیا میگویند از حضرت محمد شروع کنید. نه، پیامبر صلی الله علیه و سلام به من صلوات فرستادند. به پیامبر صلی الله علیه و سلام حتمی نیست شما ختم کنید، ختمتان برای خودتان است. اما یکی گفتید به پدرم پروردگار رو قبول کرده باشی، ثوابش رو، پدرم رو هم شریک کردم یا به پدرم یا به مادرم بخشیدم. جمهور علما یعنی اکثریت علما این رو اجازه میدهند، لیکن یک دعای مخصوص برای ختم قرآن حتما آن بخشیده شود در یگان جا آمده است. یگانه چیزی که هست آثار انس ابن مالک است که بعد از ختم قرآن فرزندان خود را جمع میکردند و دعا میکردند که دعا بعد از ختم قرآن اجابت است. این گونه آثار حضرت انس است. بعد از ختم قرآن چی دعای هست میتوانید بکنید، یک دعای مخصوص ندارد، اما مهم این است که ختم کنید، آن هم با شرطی که خالصانه برای الله، برای گرفتن ثواب به هر یک حرف باشد. اما از این گروه به آن گروه و گروه های ختم کوفته گشتن، شاید که من خطا کنم، ولی از اخلاص و از خالصیت خیلی دور است. بگذار این عبادت ها پنهان بمانند و در داخل خانه در اطراف عائله ما باشد. با امید آنکه آنهایی که در ختم کردن سستی کرده ایستادید زود قرآن پروردگار را باز کنید، و آنهایی که کتاب خوانده نمیتوانم گویان این همه سال به دستتان قرآن عربی نگرفتید، دیگر این ماه شروع خواندن قرآن برای شما باشد. این صحبت رو به آخر میرسانم. پروردگار برای هر یک ما و شما خواندن کتابش و عمل کردن و روز قیامت شفاعت کتابش را به یکایک ما یعنی ثواب کتابش را نصیب کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.